این پسر خودش رو شبیه زامبی کرد و باهاشون پسر خاله شد. همینجوری که داشت باهاشون قدم میزد یهو یه ماشین جلوشون رو نگه داشت و چند تا مکزیکی مسلح ازش پیاده شدن. اونا واسه تفریح شروع کردن به شلیک کردن به سمت زامبیا، اما پسر ازش تکون نخورد چون واسه مکزیکیا فرقی نداشت و همه رو میکشتن. همون لحظه ای که از مکزیکیا متوجه شد که پسر بهش زل زده، سعی کرد 7 تیرشو پر کنه اما حواسش پرت شد و تمام تیرا ریخت. مرد یه لحظه غافل شد و زامبیا پارش کردن. دوستش که این صحنه رو دید سری سوار ماشین شد و فرار کرد. گله زامبی ها به حرکت کردن ادامه داد، ولی پسر ازشون عقب موند و خبر نداشت که چند نفر دارن نگاهش میکنن. اون آدم ها تصمیم گرفتن به پسر کمک کنن و آوردنش به کمپ خودش. پسر خوشحال بود که بالاخره تونست یه جای امن با کلی غذا و عرق و دختر پیدا کنه. ولی صبح روز بعد که از خواب بیدار شد دید همه جا ساکت و هیچ آدمی توی اون شهر نیست. یکم بعد پسر متوجه شد که این مردم دیوانه هر روز یه نفر رو به زامبیا تحویل میدن که بلا ازشون دور باشه.